به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با جلد 3 داستان‌های به نثر درآورده شاهنامه شروع می‌کنم که 2 جلد قبلیش کار خانم زهره شیشه‌چی هستش و این هم همینطور. نوبت چاپ 4 این کتاب در سال 1397 بوده و توسط نشر آتیسا چاپ شده. این جلد کتاب داستان‌های کوتاهی داره و فهرستش شامل 50 داستان کوتاه هستش که از شاهنامه و امیدوارم بتونم تعداد زیادی برای شما بخونم. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. بردن پیغام لهراس به قیصر. لهراس مدتی به